خانواده شیرعلی گلوف، سابق رئیس کمیته اداره اموال دولتی و سابق وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان و خدای رئیس جمهور امامعلی رحمان در غصب تجارت دیگران از نزدیکان دیگر رئیس جمهور فرق چندانی ندارد. روی خط اموال غصب کرده این خانواده از دهها اموال دولتی آغاز شده تا پول تجارت صاحبکاران محلی و خارجی میرسد. تنها پول مال بابک زنجانی میلیاردر معروف ایرانی به 7 پشتی این اولاد کفایت میکند. اما این خانواده در برابر میلیون ها دلار زنجانی از مبلغ های کوچک صاحبکاران دیگر از جمله خارجی ها نیز پرهیز نمی کند. автовокзали شهر دوشنبه که اصلا نامش اتحادیه مسافرکشان بود و автовокзали کلوب و قرغنتپه نیز تابعش بودند، یکی از کارخانه های دولتی است که از طرف این خانواده غصب شده نه تنها به بیزنس خانوادگی تبدیل شده است، بلکه در زمین این اتحادیه خانه های نیز بنیاد کرده اند. این هم خانه سفرعلی گلوف برادر شیرعلی گلوف که در زمین автовокзали دوشنبه بنیاد شده است. خود شیرعلی گلوف اول آن را بر رسانه ها مهمانخانه معرفی میکرد و میگفت که طبق قانون بنیاد شده است و برای مهمانان به خصوص آنهایی که از خدمت автовокзال استفاده میکنند پیش بینی شده است. اما حالا نه او و نه فرزندانش خانه بودن آن را پنهان نمیکنند و آنجا زندگی میکنند. زمانی که اتحادیه مسافرکشانی با پول اندک از جانب خدای رئیس جمهور خصوصی گردید، بر رشد آن سرمایه‌دار ایرانی بابک زنجانی جلب گردید. این صاحبکار автовокзال را پر تعمیر کرد، مسافربرهای زیاد برای آن خرید. شریک تجاری او خانواده گلوف ها پروژه های بزرگتری از قبیل شرکت هواپیمایی، خطسیرهای زمینی بین المللی، خدمت رسانی تاکسی و غیره را پیشنهاد کردند و زنجانی میلیون ها دلار به این پروژه ها مبلغ گذاری کرد. عاقبت کار زنجانی را تماشابینان گرامی خوب میدانید. از او به عائله گلوف ها ده ها مسافر برو ماشینی سبکرو، شرکت هواپیمایی که تقدیرش نامعلوم باقی ماند و پول زیاد میراث ماند. 3 میلیارد دلار زنجانی که با کفالت اشرف گلوف داماد رئیس جمهور و خود امامعلی رحمان به تاجیکستان انتقال داده شده بود در اختیار خانواده قرار گرفت. معلوم نیست این پول بین افراد عائله چگونه تقسیم شد، اما چون آن با کفالت اشرف وارد تاجیکستان شده است، بعید نیست که قسم اصلی آن هم نصیب داماد رئیس جمهور و پسر شیرعلی گل شده است. در همین حال گلوف ها از پولهای مفتی در قالب این خانواده خیلی کوچک هم پرهیز نمی کنند. لطفی خان محمد حکیم افغانی که طوری 25 سال است در تاجیکستان به تجارت مشغول است میگوید از جانب صاحبان بازار سفریان مشهور به عجینه بازار شهر دوشنبه که افغان بازارش هم میگویند غارت شده است. محمد حکیم افغانی به رادیو پیام گفت صاحبان بازار سفریان مالکیت او را از خود کردند که این بازار به برادر شیرعلی گلوف سفرعلی گل متعلق می باشد. به نقل لطفی خان قسمی از مکان سرلباس فروشی این بازار را با مبلغ‌های او ساخته شده بودند، اما وقت پدرش در افغانستان وفات می کند او برای گورچوب پدرش به افغانستان می رود. چون می خواهد به تاجیکستان برگردد روادید دریافت کردن نمی تواند. برای گرفتن روادید از سفارت تاجیکستان در افغانستان خیلی دو می کند و این روند طول می کشد. نهایت وقتی به دوشنبه برمیگردد شاهدی آن می شود که دکانهایش را دیگران صاحبی می کنند و حتی انباری که بارهایش آنجا می ایستاد غارت شده اند. به گفته لطفی خان محمد حکیم در انبار به ارزش 80,000 دلار آمریکایی سر و لباس برای فروش داشت. دو و تاز و شکایتهایش به مقامات هیچ نتیجه نمی دهد. پی می برد که عذابی به آسانی روادید تاجیکستان دریاب نکردنش در افغانستان هم بستگی به همین غارت دارد. مالکان بازار با دل پر همه دارایی این تاجیکی افغانستانی را از خود کردند. این مرد میگوید سالیان دراز در تاجیکستان با اهل عائله‌اش زندگی کرده مشغول تجارت و صاحب عزت و آبرو بوده است. ما خودم شهروند افغانستان هستم، ملیتم تاجیک است. اسم ما
لطفی خان آقا محمد حکیم است. مدت 27-28 سال شده که من در شهر دوشنبه زندگی میکنم و بسیار با آبرو با عزت زندگی کردیم. خب بعدش هم کوشش میکنیم که همون قسمی که قبلا زندگی کردیم با امروی فرزندان خود حالی هم که طاقه همون خیلی کوشش میکنم که آبرومندانه زندگی کنیم. بله من در جریان همین مسئله که با امروی امنیت یک دو مرتبه مرا طلب کردن، من دیگر روی خود نیافتم، رفتم به وین پروکراتور مراجعه کردم. من گفتم ما طول 25 سالی که ما اینجا زندگی کردیم ما آبرومندانه زندگی کردیم. ما فعلا نمیدونم، ما همین پدر ما گذشتگی رفتیم یک هفته رفتگیم آمدگیم، این تو مشکلات برای ما پیدا شده. یک شخص نزدیک با لطفی خان به رادیوی پیام گفت لطفی خان وقتی به مقامات دادستانی شکایت کرده است وعده دادند که به دادش میرسند، اما با شکایت به دادستانی درد سر دیگری به خود ایجاد کرده است. بعد شکایت به دادستانی چندین مقامات دیگر از جمله شعبه کمیته امنیتی شهر دوشنبه چند بار او را تهدید کردند که در حالت بار دیگر در این باره شکایت کردنش او را از تاجیکستان استرداد خواهند کرد. اگر به خوبی گپ را نفهمد میتوانند دهها جنایت را به گردنش بار کرده زندانیش کنند. اما خود لطفی خان میگوید عین حال در یک دکان اجاروی سر و لباس میفروشد. حیران مانده که دادش را به کی گوید. لطفی خان میگوید مسئول بازار محمد طاهر است، اما به پیام میسر نشد که شخصیت او را معین کنیم. تنها معلوم شد که بازار را محسن گولاف پسر سفرعلی گولاف برادر شیرعلی گل اداره میکند. پروکراتور مرا گفت که تو خاطر جمع باش، ما اینو میبینیم تو یگان تشویش نداری، ما در پای سرت هستیم. لیکن روز شد که مرا امنیت از دستم گرفت، بدون مصارفی که در آب روم اقلا یک نان بگیرم مرا وقت ندادن، مرا از همینجا گرفتن و عاجل هیچ کدام نتیجه نداد. فقط امنیت مرا از اینجا بامروی کودکای ما که تو کودکا چی گناه و خطا داره همه را مکمل از اینجا اخراج کردن. علاوه بر این غارت‌ها طبق معلوماتی به ما رسیده کرامت شریپوف رهبر سازمان اتحاد مهاجران در روسیه نیز با ساختکاری‌های اشرف گولاف پسر شیرعلی گل به تاجیکستان استرداد شده بوده است. گفته می شود اشرف گولاف برای استرداد کرامت شریپوف $500,000 آمریکایی صرف کرده است. این هم یک بحث دیگر است که در این باره مفصل روزهای نزدیک برایتان معلومات پیشنهاد خواهیم کرد.